سلام، امروز میخوام در مورد اتاق گانینگ باهاتون صحبت بکنیم که اتاق گانینگ چی هست و کاربردش چیه. اتاق گانینگ یک اتاقیه که برای ورود به اتاق ایزوله ازش استفاده میشه. یه در داره به راهروی بیمارستان، یه درم داره به اتاق بیمار. وقتی که یک فردی، یک بیماری باید ایزوله بشه، میبرنش تو اون اتاق، در اتاق ورودیش رو به بخش میبندن و تهویه مخصوص میذارن به اونجا، ولی برای ورود به اون اتاق و رفتن کنار اون بیمار باید یه سری مقدمات انجام بشه که این مقدمات توی این اتاق گانینگ انجام میشه. اتاق گانینگ تجهیزاتش یه دستشویی داره که برای شستن دست استفاده میشه و تجهیزات حفاظت فردی هست که داخل کمد آماده است برای استفاده. تجهیزات حفاظت فردی هم دستکش هست، گان هست، ماسک هست، عینک یا شیلد هست که اینا به ترتیبش باید پوشیده بشه. ترتیب خاصی برای پوشیدنش وجود داره و ترتیب خاصی هم برای در آوردنش داره که اینجا براتون توضیح میدیم که چه کار کنیم. خب اولین، حالا ما اینجا داریم فرضی کار رو انجام بدیم که شما یاد بگیرید. اولین کاری که برای هر اقدامی ما میخوایم انجام بدیم شستن دست. شستن دست حالا تو یه ویدیو دیگه براتون میگیم که ترتیبش چجوریه. حالا ما فرض بر این میذاریم که دستمون رو اول اینجا شستیم. خب دستمون رو شستیم. بعد از شستن دست پوشیدن گانه. خب پوشیدن گان هم که اگر تو اتاق عمل بخوایم بریم مثلا کنار عمل وایسیم باید گان استریل بشه، ولی اینجا نیاز به گان استریل نیست. حالا بازم متفاوته. بازم مثلا بیماری هست که سرطان داره، ایزوله معکوسه یا پیوند مغز و استخوان انجام داده، اینا ممکنه که یا یکی از پیوند اعضا مثلا پیوند کلیه انجام داده. شما حتما باید کلا استریل بپوشید. خب یعنی این گان هم باید استریل باشه و یه نفر بیاد اینجا توی صفحه محیط استریل براتون باز کنه و شما بپوشیدش. خب ولی در هر صورت حالا ما به صورت نمایشی اینجا گان رو میپوشیم که ما بدونیم که ترتیب پوشیدن وسایل حفاظتی به چه شکلیه. خب ببین، پس اول شستن دست، بعد پوشیدن گان. گان ها به این شکل هستن که یک لباس هایی هستن که یه طرفشون باز، طرفی که باز پشت سر قرار میگیره. شما ببینید اگر هم استریل باشه این شکلی شما میرید از طرف داخل، یعنی به بیرونش دست نمیزنید و این شکل میپوشین و یه نفر براتون اگر قرار استریل باشه یه نفر برداشت از پشت براتون میبرده، چون شما دیگه محیط پشت رو باش کاری ندارید. حالا من ببینم اینجا خودم ببینم. پس اولین مرحله شد شستن دست، بعد شد پوشیدن گان. این میشه گانینگ. پس اصطلاح گانینگ یعنی چیه؟ یعنی آماده شدن برای مثلا مراقبت خاص از بیمار. پس اول شستن دست، بعد پوشیدن گان شد و بعد پوشیدن کلاه یا محافظ سر. خب حالا اینجا کلاه هم بود. مثلا تو ایران داریم میپوشیم، آیا باید بپوشیم یا نپوشیم؟ اگر که قراره استریل کار بکنید باید یه گانا به اصطلاح کلاه، این هم به صورت کلاه میاد اینجا که موها بگیره و گرفته بشه، موها داخلش جمع میشه و بسته میشه. پس اول شد پوشیدن گان، دوم شد پوشیدن کلاه. خب مرحله سوم مرحله ماسک. پس مرحله سوم ماسک میزنیم. حالا من اینه عینک خودم رو در میارم. ماسک هم که به این شکل میره، حالا پشت بسته میشه یا پشت چی؟ به اصطلاح پشت گوشاتون بندش رو میندازیم. خب این هم میشه به اصطلاح پوشیدن ماسک.
خب پس 3 مرحله تا حالا 4 مرحله انجام دادیم. دستا رو شستیم، گان پوشیدیم، پلو سر کردیم و ماسک زدیم. خب همه چیه زدن عینکه. حالا عینکه کنار عینک خودتون رو این هم که میشه این زدن به عینک و مرحله آخر پوشیدن دستکشه. خب اگر قرار دستکش استریل بپوشیم بعد چکار کنیم؟ خب به روش استریل کار بکنیم. خب بهتره گانایی بپوشیم که کش داشته باشه، یعنی گان استاندارد گانیه که کش داره و این بسیار نمیاد رویش. حالا پوشیدن دستکش هم یه دور اینجا با هم تمرین میکنیم. شما فیلم رو بیارید روی چیه؟ این قسمت اگر شما میخواید تو محیط عمل بندازین همین این دو طرفشو باز میکنین میندازین رو سر، ولی حالا ما استریل یعنی خودمون بکنیم. این دو زحمت شما بگیرید. دستکش اولین در انتخاب دستکشی باید باشه که به دستتون سایزش بخوره. خب بزرگ یا کوچیک بر نداریم. توی بسته‌بندی ها ببینید داخلش استریل، ما در دست به داخل دستکش نمیزنیم و دستکش ها وقتی که باز میشن یه راست و چپ دارن. ببینید روش نوشته راست و چپ. خب راست و چپ که دارن، شما یه طرف دست راست یه طرف چجوری دست راست و چپ قرار میگیره؟ دست راست یعنی کف دست به سمت بالا و شستا دو طرف قرار میگیرن. به این صورت شما با دستکش بپوشید. حالا چون داخلش استریله ما یه روش خاصی برای باز کردنش استفاده می‌کنیم. بیرونش الان برای ما استریل نیست. خب پس بیرونش هم میتونیم دست بزنیم، اما به داخلش ما نمیتونیم دست بزنیم. خب این گوشه ها رو میگیریم و باز میکنیم. خب و اینا اینجوری یکم گوشه رو چی میکنیم که دیگه بر نگرده داخل چی؟ داخل این محیط کامل استریله و ما نباید دست بزنیم. خب حالا برای دست پیش پوشیدن گفتم که این باید کش داشته باشه و نیاد تو دست و پاتون. خب شما با 2 تا انگشت فقط قسمت داخل دستکش رو میگیریم به این شکل. خب این شکل میگیریم و در هوا نگه میداریم بدون که به جای بخوره. دستتون رو به این شکل میکنید برای ورود بهش. خب اینا میذارین داخل میره بدون اینکه اون جایی که گرفتین رو رها کنید. وقتی که انگشتاتون رفت داخل دیگه انگشتاتون رو باز میکنید. یعنی من اینا هنوز ول نکردم، لحظه آخر ول میکنم دیگه دست بهش نمیزنم. اگر انگشتا به اصطلاح جا به جا وارد شد دیگه ولش میکنم به هم. ببینید الان این داخلش استریله. اینا دیگه دستمون یعنی استریله. ما این دست چپ رو به این صورت میریم داخلش. خب میریم داخلش که انگشتامون دیگه توی محیط استریل قرار میگیره. دوباره دستمون رو چیکار میکنیم؟ به این صورت در میاریم میریم داخل و میکشیم. ببینید الان انگشتای من جا به جا وارد شد. خب ما الان دیگه میتونیم با این دستمون درستش کنیم. این صورت درست میکنیم. خب این صورت درست میکنیم. حالا اگه اینجا کش داشته باشه که الان این بال من کش نداره، شما دستکش رو میارین روی کش قرار میدین. الان شما دیگه آماده. پس اول دست شستین، بعد گان پوشیدین، بعد کلاه سر گذاشتیم، بعد ماسک زدیم، بعد عینک، بعد دستکش. الان میتونیم ببینیم با مریض کار بکنیم. خب با مریض کار میکنیم، برمیگردیم. حالا اینا رو باید در بیاریم. خب اینا رو از آخر به اول. حالا ببینیم چه جوری در میاریم. اولین جای آلوده اینجا رو در میاریم. دستکش رو باید در بیاریم بچه‌ها. خب در آوردن دستکش هم راه داره. چه جوری؟ شما به همین صورت. خب این چیه دستکش رو میگیرین، ببینید کف دستکش رو میگیرین و چیکار میکنید؟ در میارین. ببینید برعکسش میکنید. این دفعه این دستکش رو میگیرین داخل دستتون، اینم رو از داخل میگیرین و برعکس میکنید. خب برعکس میکنید و میندازین توی سطح با پا باز میکنید میندازین توی سطح. حالا ما نمادین داریم انجام میدیم. خب
دفعه چی بود؟ عینک بود. اینجا عینک و اینا گانه. نیست. خب اینجا این دفعه گانتون رو در میاریم. گانم به همین صورت برعکس میشه. خب همه چی برعکس میشه و به صورت برعکس میره توی چی؟ سطح. به اصطلاح بین کثیف یا جایی که باید بره. حالا شما اینو بگیرین این حالا تمیزه ولی خب نماییه. خب پس مرحله بعد گان بود. مرحله بعد دست. دیگه اینا رو در نمیاریم بچه‌ها. خب میریم دستامون رو دوباره بشوریم. پس مرحله پوشیدن و مرحله در آوردن با هم متفاوت شد. اول دستکش، بعد گان، بعد دستمون رو میشوریم. چرا؟ چون وقتی میخوایم اینا رو بزنیم دستمون آلوده نبشه به خودمون بزنیم و بیماری به خودمون منتقل شه. بعد دستامون رو میشوریم. خب این دفعه عینک رو در میاریم. خب جای تمیزتر. بعد ماسک رو در میاریم و کلاه رو هم در میاریم به در. موقع در آوردن دوبار دست میشوریم. تموم شده. فیلم گانی می‌بینیم.